سلام، روز بخیر علاقمندان برنامه زبان آلمانی. در ویدیوی امروز میخوایم روی بخش نوشتاری صحبت داشته باشیم و چه مواردی را باید نظر داشته باشیم که خوبتر و بهتر نوشته بکنیم. نمونه سوالات از خود منول رسمی گست از وبسایتش دانلود کردیم و با هم میریم و میبینیم که سوالات چگونه هست و چه چیزها را به نظر بگیریم که خوبتر و بهتر نوشته بکنیم. سوال ازی در صفحه 24 است. مستقیم میریم در صفحه 24 و میبینیم که سوال هست. اکثرا زمانی که در امتحان شرکت میکنیم 2 سوال در بخش نوشتاری بر ما میاد. سوال اول و سوال دوم و بعد ببینیم کدام سوال بیشتر به دل ما چنگ میزنه و ارگومنت خوبتر برش داشته باشیم، دلیلای خوبتری برش داشته باشیم و معلومات خوبتری برش داشته باشیم، و سوال انتخاب میکنیم و برش نوشته میکنیم. در ویدیوی امروز ما روی بخش اول از یا سوال اول ازی تمرکز میکنم. از سوال دوم ازی میگذریم. ممکن در ویدیوهای بعدی میشه که روی سوال دوم ازی هم صحبت بکنیم. اگر علاقه‌مند بودین و علاقه داشتین میشه که روی از هم صحبت بکنیم، ولی تمرکز امروز ما روی بخش سوال اول ازی است. سوال میخوانیم: Sie möchten einen erste Hilfe Kurs machen. Sie haben noch Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihren Schmidt vom Weiterbildungszentrum. میخوایم که کورس کمک‌های اولیه را انجام بدیم و بعضی سوالات داریم. با یک ایمیل برای آقای شمیت نوشته میکنیم که از بخش ترنینگ سنتر است و از پیش سوال میکنیم. چه چیزا را؟ Schreiben Sie etwas zu folgendem Punkt. این نکات باید من نظر بگیریم. کدام نکات است؟ Warum Sie einen Erste-Hilfe-Kurs machen möchten, Ihre Erfahrungen, Dauer und Termin des Kurses. دوام کورس و همچنان یک وقت ملاقات برای کورس و بعد همچنان کاست یا مصارف کورس که چقدر مصارف در برخورد گرفت. روی محتوا صحبت کردیم. ما سوالا در یک صفحه ورد نوشته کردیم و بعد میریم یک جا با هم در اونجا برای ازی جوابش نوشته میکنیم. خب شروع ایمیل با انقیده میکنیم و عنوان ما کی است؟ آقای شمیت است. باید برای آقای شمیت چه کنیم؟ نوشته بکنیم، بخاطر که مخاطب ما آقای شمیت است. نوشته میکنیم زیر geehrte Herr Schmidt. اگر آقا باشه برش geehrte نوشته میکنیم و بعد جا اگر خانم باشه برش geehrte آره از بین میبریم و بعد اینجا برش فقاو هر کسی دیگه ای که باشه نام از او را اضافه میکنیم، ولی فعلا آقا است. آقا می نویسیم و ادامه میدیم. بعد شروع جمله ما باید با حروف خرد باشه، نه حروف کلان. Ich schreibe Ihnen bezüglich des erste کورس. به خاطر چی برش نمیکنیم؟ به خاطر کورس کمک‌های اولیه. Den ich für meinen Führerschein benötige. Ich schreibe Ihnen bezüglich des Erste-Hilfe-Kurses. به خاطر از اینکه گنتیو نوشته کردیم باید اینجا هم یک اس اضافی بگیره. وقتی که bezüglich نوشته میکنیم بعد از bezüglich همیشه گنتیو استفاده میشه و این مهم است که آدم در ذهن خود داشته باشه. اوکی، سوال اول ما بود که چرا مثلا کورس کمک‌های اولیه را ما نیاز داریم و دلیلش است که ما به خاطر چی کار داریم؟ فوق‌شاهین خود یا لیسانس دیواری خود ما چی داریم؟ میره ضرورت داریم. این بخش اولی بود که بخش کریتریای اول ازی را ما چی کردیم؟ جواب داریم. میریم در بخش بعدی ازی که
یک به یک باید یا را ببینیم و براش نوشته بکنیم. بعد چیزی که مهم است benötige und habe einige Fragen dazu. حال شروع میشه که به خاطر کورس رانندگی خود برای ازی ضرورت داریم و بعضی سوالایی داریم که او سوالای خوده. اگر از کانفیگورای استفاده کنیم خیلی خوب میشه. Konnten Sie mir bitte mitteilen, wie der Kurs abläuft? Ja, abläuft. این مهم است برای ما که کورس چگونه پیش میره und wie lange dauert. این بخش دیگه ای است که ضرورت است. کورس چگونه پیش میره، wie der Kurs abläuft، این مهم است و دیگه wie lange dauert و چقدر مدت دوامش است. اینجا کورس که است دیار کورس است، مسکولین است و به خاطر برای ازی باید وقتی که ضمیر ازی را استفاده میکنم ضمیر دیار ایه میشه. نگویم که چرا من مثلا اینجا دیار کورس بود و اینجا ایر آوردم، به خاطر ازی که ضمیر مذکر به اینجا همون ایر میشه زبان آلمانی. خب این بخش دیگه ای بود که کاستم دی پرسان نه کاست چی نکردیم، مدت چی را پرسان کردیم. بخش دیگه ای که دی سوال خود دی معلومات خود گنجانیدیم این بود که können Sie mir bitte mitteilen, wie der Kurs abläuft und wie lang dauert. سوال کردیم که کورس چگونه پیش میره و بعد چقدر دوامش است. که سوال دیگه ای از ایرم چی کردیم ما شما با این جواب دادیم. بعد ادامه میتیم. des Weiteren interessiert mich, was interessiert mich? Der Preis sowie die Qualität هم برای ما مهم است. Qualität des Kurses. به ادامه ازی چی برای ما مهم است؟ پرایس ازی برای ما مهم است و بعد چی برای ما مهم است؟ کیفیت ازی کورس برای ما مهم است که هم پرایس ازی را بدانیم، نرخ ازی را بدانیم که چقدر برای ما تمام میشه و بعد کیفیت ازی کورس هم چگونه است که این هم یک بخش مهمی است که باید مد نظر بگیریم. و بعد میشه که روی تجارب شخصی خودم صحبت بکنیم، چرا که گفته که Erfahrungen هم یعنی تجارب های شخصی خودم پرسان بکنیم. تجارب شخصی مثلا بگیم vor 2 Jahren habe ich bereits einmal an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen, ja, der jedoch hauptsächlich theoretisch war und wenig praktische Übungen beinhaltete. Perfekt. چه باید نمیشه پریتی خیلی باید نمیشه گذاشته نمیشه تیوریتش. ها کمی اشتباه اسپیلی بود که چی کرد. خب بخش دیگه ای از این چی هست برای ما؟ ارفاقونگ از این بود که امو تجارب شخصی ما بود. بعد نمیشه که این فورتووای یاغن میشه که از ابتدای چی در شکلی میره فورتووای یاغن
Vor 2 Jahren habe ich bereits einmal an einem ersten 11-Kurs teilgenommen, der jedoch hauptsächlich theoretisch war und wenig praktische Übungen beinhaltete. دو سال پیش من در یک امتحان کمک‌های اولیه اشتراک کردم که بیشتر به شکل تئوری بود و بخش عملیش بسیار کم بود. یعنی محتوای بخش تئوری زیاد داشت و بخش عملی کمتر بود. این یک تجربه است که مثلا من شخصا تجربه کردم. چرا که از پیش ما خواست تجربه خودم ببینیم. این هم مهم است که آدم باید نوشته بکنه. بعد سوال میکنیم که مثلا که این تجربه ما بود و از پیش باید پرسان کنیم که از شما چگونه است. میشه که نوشته کنیم wie sieht es یعنی مقصد ما از همون کورس است. wie sieht es bei Ihrem Kurs aus و در کورس شما چگونه است. wie sieht es مقصدش از همون کورس است. بای و بعد از بای همیشه ما چی استفاده میکنیم؟ داتیو استفاده میکنیم. داتیو ما ایغم میشه. در کورس است. وقتی که داتیو میکنیم ایغم میشه. بسیار خوب. این هم شد سوال بعدی ما و فکر میکنم تمام کاست از این ما در اونجا پرسان کردیم و دیگر اشتباه هم چی نکردیم، هایلایت نکردیم. کاست از این هم در اونجا پرسان کردیم بالاتری در یک جایی اندیجا است که پرایس از این هم پرسان کردیم. تمام سوالای ما میبینیم که از اول تا آخر شد پرسان کردیم. در مرحله بعدی هم باز دوباره مرور میکنیم و بعد در آخر باید جمع‌بندی بکنیم. باید اینجا کشم با روح کنان شد. wäre Ihnen sehr dankbar für eine die Antwort. Okay, die Antwort für eine Antwort. Okay. Vielen Dank im Voraus. و تمام. در آخرش هم mit freundlichen Grüßen و مثلا احمد. تمام. وقتی که ایمیل خود نوشته کردیم به خاطر اطمینان خاطر، اگر وقت داشتیم خیلی خوب میشه که از ابتدا تا انتها بار دومم ایمیل خود بخوانیم از نگاه گرامری و دستوری. اگر جایی اشتباهات باشه منطقی است که آدم دوباره او را اصلاح بسازه. sehr geehrte چون مرد است، آقا است و برش یه شمیت نوشته میکنیم. همیشه وقتی که نام باشه در ایمیل‌های رسمی تخلص نوشته میکنیم. نام نه بلکه تخلص نفر نوشته میکنیم. اینجا آقای شمیت است، شمیت برش نوشته میکنیم. Weil ich schreibe Ihnen bezüglich des ersten 11 Kurses, den ich für meinen Führerschein benötige und habe einige Fragen dazu. چرا ما چرا ما کورس کمک‌های اولیه را داریم؟ به خاطر عزیز را داریم که فوق‌الشاعین خودش کنیم انجام بدیم و به این دلیل ما برای کورس کمک‌های اولیه ضرورت داریم. Und habe einige Fragen و سوالایی داریم. کدام سوالا را داریم؟ Können Sie mir bitte mitteilen, wie der Kurs abläuft und wie lange er dauert? کورس چه قسمی پیش میره و مدت دوامش چقدر است. Des Weiteren interessiert mich der Preis sowie die Qualität des Kurses. و مراحل بعدی که برای من جالب است یا چیز دیگه ای که میخوایم بدانم وی است که نرخ از این چقدر است، به خاطر که نرخ هم از پیش ما در چیزش خواسته. نرخش چقدر است و همچنان کوالیتیت از این، کیفیت از این برای ما مهم است. بخش بعدی است و بعد یک بخش دیگه از پیش ما گفته که مثلا تجارب شما چه است.
vorzujagen, habe ich bereits einmal an einem ersten 11 Kurse teilgenommen, der jedoch hauptsächlich theoretisch war und wenig praktische Übungen beinhaltete. در 2 سال پیش در یک کورس کمک‌های اول اشتراک کرده بودم و بیشتر به شکل تئوری بود و جنبه عملی کمتری داشت. این هم تجارب شخصی ما بود که نظر به خواست امتحان ما هم به چیزی که از پیش ما خواسته او هم به اجرا ما نمیشه کردیم. Wie sieht es bei Ihrem Kurs aus? و بعد سوال میکنیم وقتی تجارب ما قبلا ایتو بود و حالا شما چه قسم است؟ و آخرم میگیم ich wäre Ihnen sehr dankbar für eine Antwort. خیلی متشکر میشم که یک جوابی از شما داشته باشم. Vielen Dank im Voraus. پیش از شما سپاسمند هستم. تمام و بعد mit freundlichen Grüßen و نام شما. امیدوار هستم تشریحاتی که بر شما دادم تا جای مفید واقع شود و در امتحان بر شما کمکی کرده باشم. سربلند و موفق باشین و تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدارتان.